ادامه بخش چهره‌های ماندگار صدرالدین عینی، زندگانی و قهرمانی. دوشنبه از روزهای نخستین پایتخت اعلان گردیدنش رسالت پایتخت‌های قدیمی ملت تاجیک را به دوش خود گرفته برای تشکل دولتداری و انکشاف علم و فرهنگ و متحدسازی نیروهای ذهنی و افراد پیشبرنده ملت نقش ارزنده بازید. در نوبت خود همین رسالت تاریخی پایتخت را بسیار فرزندان با فضل و دانش و با ننگ و ناموس ملت تاجیک سر وقت درک کرده از سمرقند و بخارا، فرغانه و خوجند، وادی‌های زرافشان و بدخشان، رشت و ختلان و دیگر شهرها به دوشنبه جمع آمدند. به ناداری و قشاقی و دیگر سختی‌های زندگی نگاه نکرده همه به مکتب و معارف، فرهنگ و کتاب رو آوردند تا که برای ملت خود خدمت نمایند، دولت خویش را احیا سازند و پایدیوار دوشنبه جوان را نهاده صاحب پایتخت نوی خود گردند. استاد صدرالدین عینی با خرد و جسارت تاریخیش به حفظ فرهنگ و ادبیات کهن بنیاد ملت تاجیک برخاسته در گسترش آنها در صف پیش قرار داشت. با هدایت او ده‌ها شاگردانش به پایتخت نو تأسیس کوچ بستند. همان سالها ده‌ها شاعران و نویسندگان، عالمان، آوازخوانان و آهنگسازان و در مجموع ضیاییان زیاده به پایتخت مملکت آمدند تا اینکه نیروی سالم و پیشبرنده ذهنی و عقلانی آن را تشکیل داده همچنین در محو بیسوادی مردم سهم سزاوار گذارند. پایتخت دولت نوین تاجیکان به مکان نشأونمای سیاستمداران نو، قهرمانان مهنت، عالمان زبردست ساحه‌های طبیعت شناسی و جامعه شناسی، شهر دوستی و برادری ملت‌های گوناگون تبدیل یافت. در نتیجه کوشش و تلاش‌های نظررس بسیار خادمان دولتی و سیاسی و علمی و فرهنگی تاجیک از جمله نصرت الله مقسوم، شیرینشاه شاه تیمور، عبدالرحیم حاجیبایف، چنار اماموف، صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، باباجان غفوروف، میرزا ترسونزاده، ساتیم اولوغزاده و بسیار دیگران حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری به مجرای نوی ترقیات وارد شد. دوشنبه چون پایتخت به مرکز واقعی مأموری، سیاسی و اقتصادی و علم و فرهنگ تاجیکستان تبدیل یافت. قابل ذکر است که فرزندان صادق و آگاه کشورهای اسلامی قبل از همه سید جمال الدین افغانی، احمد محمود دانش، علامه محمد اقبال، محمود طرزی، صدرالدین عینی و ده‌ها دیگران به منظور بیداری، آگاهی و دورنمای نیک تلاش‌ها نمودند. هرگاه درباره ارزش‌های ملی سخن می‌رانیم، بزرگترین ثروت بی‌بهای خلق خود، زبان مادریمان، زبان تاجیکی را باید همیشه در یاد داشته باشیم. زبان زنده تاجیکی فارسی دری ادامه تاریخی همان زبان است که با آن اوستا را نوشتند، همان زبان است که خدای نامک و تاریخ ملوک عجم را نوشتند، همان زبان است که با تکامل و تحولش در دوران اسلام شاهنامه و مثنوی معنوی را نوشتند، همان زبان است که در جامعه شوروی به هر نوع از بحران فرهنگی خود را به سلامت تا استقلالیت فرهنگی و سیاسی رساند و حتی توانست دوام سرنوشت صاحبش را با قلم عینی و ترسونزاده و علامه غفوروف بنویسد. بزرگترین رسالت مادر تاجیک از ازل تربیت فرزندان نابغه و خردمند، وطندوست و وطنپرست، با ننگ و ناموس، دلیر و شجاع، آزادیخواه و عدالت پرور و هنرمند و سازنده بوده است. مادر تاجیک فرزندان فرزانه را مثل رودکی، فردوسی، ابن سینا، عمر خیام، ناصر خسرو، جلال الدین بلخی، سعدی، حافظ، جامی، بیدل و سیدا، احمد دانش، اسماعیل سامانی، بلعمی، نظام الملک، صدرالدین عینی، باباجان غفوروف، میرزا ترسونزاده و هزاران مردان با شرف و نامبردار ملت را
به دنیا آورده است که امروز افتخار ما تاجیکان می باشند. بخش چهره‌های ماندگار در باب صدرالدین عینی زندگانی و قهرمانی ادامه دارد.